ها دارد به درستی پیش می رود، تحریم ها در واقع برداشته خواهد شد به صورت کلی و در واقع اگر هم نیاز باشد که قطعنامه شورای امنیتی صادر بشود، این قطعنامه صادر خواهد شد. در حال حاضر ما نوشتن پیشنویس را آغاز کرده ایم و در حال حاضر و در هفته‌های آینده ما بر روی مفاهیم فنی تمرکز خواهیم کرد و به لحاظ فنی باید ببینیم که به چه صورت پیش خواهیم. به هر حال من از دولت سوئیس که میزبانی این مذاکرات را به عهده داشت تشکر میکنم، از تمام همه هیئت‌ها، همینطور از طرف هیئت‌های مختلف تشکر میکنم که به هر حال یک کار سختی بود که باید دست به دست هم میدادیم و این کار دشوار رو در واقع انجام میدادیم. تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. Good evening to all of you. خب به همه شما عصر بخیر میگم، شب بخیر میگم. خب خانم موگرینی صحبت‌های مفیدی رو ارائه کردن و همچنین برای بچه‌های خوب رسانه از همه جا، ایرانی‌ها، افراد دیگه که واقعا تو این 8-9 روز خیلی زحمت، حالا به هر حال ما تو مذاکره بودیم، خبرنگاران، مسئولین رسانه، از همه تشکر میکنم. خب البته خب تقریبا چیزی رو خواهم گفت که خانم موگرینی گفتن، میخوام به فارسی بگم و به فارسی همین مسئله رو بیان خواهم کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نماینده عالی 18 فروردین 1394 در سوئیس دیدار نمودیم. همانطور که در آذر ماه 1392 توافق کرده بودیم، ما به این منظور در اینجا گرد هم آمدیم تا راه حل‌هایی به منظور دستیابی به حل و فصل جامعی که ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین نموده و کلیه تحریم‌ها را به صورت کامل لغو نماید پیدا کنیم. امروز ما یک گام تعیین کننده برداشتیم. ما به راه حل‌هایی در مورد مؤلفه‌های مهم برنامه جامع اقدام مشترک یا به طور خلاصه برجام دست یافتیم. این امر مدیون عزم سیاسی، حسن نیت و تلاش جدی همه طرف‌ها بوده است. اجازه فرمایید از همه هیئت‌های نمایندگی به خاطر تلاش‌های خستگی ناپذیرشان تقدیر نماییم. تصمیم امروز ما که مبانی مورد توافق برای متن نهایی برجام را پایه‌ریزی می‌کند بسیار مهم است. اکنون می‌توانیم نگارش متن توافق نهایی و ضمائم آن را با بهره گرفتن از راه حل‌هایی که در این چند روز با آنها دست یافته‌ایم شروع کنیم. همچنان که ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را دنبال می‌کند، سطح و ظرفیت غنیسازی و میزان ذخایرهای زمانی مشخص محدود خواهد شد و نتنز غنیسازی در ایران خواهد بود. تحقیق و توسعه غنیسازی در ایران بر روی ماشین‌های سانتریفیوژ بر اساس یک جدول زمانی و سطح توافق شده ادامه خواهد یافت. فردو از یک سایت غنیسازی به یک مرکز هسته‌ای فیزیک و فناوری تبدیل خواهد گردید. در این مرکز همکاری بین المللی در حوزه‌های تحقیق و توسعه مورد توافق مورد تشویق قرار خواهد گرفت. مواد شکافت‌پذیر در فردو نخواهد بود. راکتور تحقیقاتی پیشرفته آب سنگین در عراق با همکاری مشترک بین المللی بازطراحی و نوسازی خواهد شد، به گونه‌ای که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نگردد. بازفراوری صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف شده صادر خواهد گردید. مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی 3/1 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فناوری‌های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی‌های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن شدن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد. ایران در همکاری‌های بین‌المللی در حوزه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز مشارکت خواهد نمود که می‌تواند شامل ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای و راکتورهای تحقیقاتی شود. یک حوزه مهم دیگر همکاری در زمینه ایمنی و امنیت. اتحادیه اروپایی اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود متوقف خواهد کرد. یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تأکید شده کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص برای یک دوره زمانی مورد توافق لحاظ خواهد شد. ما در هفته‌ها و ماه‌های آینده برای نگارش متن برجام شامل جزئیات فنی آن در سطوح سیاسی و کارشناسی کار خواهیم کرد. ما خود را متعهد به تکمیل تلاش‌ها تا تاریخ 11 تیر ماه می‌دانیم. از دولت سوئیس به خاطر حمایت‌های سخاوتمندانه در میزبانی این مذاکرات تقدیر و تشکر می‌نماییم و از خبرنگاران عزیز که در این مدت همراه ما بودند سپاسگزاریم. خیلی متشکرم. Please stay. Separate press conferences will follow, starting by Minister Zarif in a few minutes. خب به صورت زنده و مستقیم از لوزان سوئیس دیدید متن بیانیه‌ای که